چطوری؟ امیدوارم که حالت خیلی خوب باشه امروز و خیلی خوش اومدی به چنل یوتیوبم. خوشحال میشم که یادت نره منو لایک و سابسکرایب کنی. خب امروز اومدم که راجع به سریال جدید مهران مدیری باهاتون صحبت کنم به اسم قهوه پدری. قبل از اینکه شروع کنم باید بگم که من با شخصیت خود مهران مدیری خیلی ارتباط میگیرم. یعنی اینجوری بهت بگم که برام جز شخصیتاییه که علاوه بر این که قابل احترامه، بامزه هم هست. حالا امروز اینجایم که بهت بگم چرا با سریال جدیدش من نتونستم ارتباط بگیرم. و اینم بهت بگم که این ویدیو اصلا اسپویل نداره، میتونی با خیال راحت تا آخرش نگاه کنی. ببین، اول از همه من برای اینکه بتونم بخندم وقتی دارم این فیلمی رو میبینم، بعد بتونم با کاراکتراش ارتباط بگیرم. برای اینکه بتونی با کاراکتر فیلم ارتباط بگیری، باید برات اون آدما واقعی باشن، باورپذیر باشن. من شکلی که عجیب غریبن رو دوست ندارم. میفهمم که خب توی طنز خیلی وقتا اتفاق میفته، حتی تو فیلم‌های جدی، که یه شخصیتی وجود داره که خیلی صدای عجیبی داره، لهجه عجیبی داره و کلاً نرمال نیست، از حالت نرمالی که آدمایی که ما روزمره داریم میبینیم خارجه. و همین موضوع خیلی وقتا یه کاراکتر رو برای تو بامزه میکنه، ولی برای من هیچ کدوم از شخصیت‌های فیلم این اتفاقا رو رقم نزدن. با اینکه برای من شخصیت خود سام درخشانی و خانم ژاله صامتی خیلی بامزه است، یعنی همیشه تو هر فیلمی میبینم ناخودآگاه لبخنده رو لبم میارن، ولی توی این فیلم واقعا نتونستم با شخصیتاشون ارتباط بگیرم. این یه موضوع بعدی که بر من باورپذیر نیست فقره. ببین، من تو ساخته قبلی آقای مدیری هیولا، خب اونجا یه خانواده بودن که فقیر بودن به نسبت، ولی باز اونجا منو حس نمی‌کردم. میدونی کلاً توی سریالایی که حالا تو نمایش خونگی اومده دیگه، دراکولا و هیولا و همین قهوه پدری، وقتی میخواد بگه این آدم فقیره داره زجر میکشه، بازم توی خونه قشنگه، بازم لباساش قشنگن، بازم لپتاپی که دست آدم و من میبینم لپتاپ معمولی نیست یا سیستمی که جلوشه. میدونی؟ خب اینم باز باعث میشه بین من و اون آدمه فاصله بیفته. وقتی که خب یه سری اتفاقا میفته که نمیتونم بگم که اسپویل نشه، من حس نکنم که واقعا توی گرفتاری بدیه یا داره واقعا زجر میکشه اون آدمه. این حس رو به من انتقال نمیده. بعد یه موضوع دیگه، اینکه داستان میخواد به ما بگه که بیشتر کتاب بخونیم. من این برداشت رو میکنم. بهم بگو تو کامنت ها، یعنی خیلی نیاز دارم، مخصوصا توی این موردی که ارتباط باش نمیگیرم، به کامنتات، چون شاید من دارم اشتباه فکر میکنم که شاید داستان میخواد همچین چیزی رو نگه، ولی من حس میکنم که چون خب یه ویدیو هم قبلا از آقای مدیری دیده بودم، همینطوری تو ریالیتی شوهاش خیلی به این اصرار داره که آدما چرا کتاب نمیخونن و لطفاً کتاب بخونید. خب با توجه به اینکه شغل حالا یکی از شخصیت‌های داستان کتاب فروشیه و ما یه دیالوگ توی فیلم داریم که یه آقای برمیگرده میگه که شما تو تولدتون دارید شاهنامه میخونید، خب من این برداشت رو میکنم که میخواد به ما بگه دغدغه‌م اینه که با طنز بهت بفهمونم که با کتاب نخوندنت داری یه سری آدم رو بدبخت میکنی و شاید بیشتر از همه خودت رو داری بدبخت میکنی. من این برداشت رو دارم میکنم. ولی خب چرا تحت تاثیر موضوع من قرار نمیگیرم و برای من نتیجه برعکس داره؟ یعنی یه جورایی داره به من اینو نشون میده که آدمی که کتاب میخونه نمیتونه آشپزی کنه. آدمی که کتاب میخونه آدم عجیب غریبیه. آدمی که کتاب میخونه نمیتونه با یک کسی که شرخره مثلا هم کلام بشه، یا خنگ بازی در میاره موقعی که میخواد باش هم کلام بشه، یا به یه سنی رسیده ولی هوش اینو نداره که بره سر کار و مستقل بشه از خانواده‌اش. من همه جای این قسمت اولی که حالا اومده، اینا داشتم احساس میکردم که هی داره میخوره تو صورت من این موضوعه. اوکی، اگه نه خانواده هستن که کتاب خونه و کتاب توی یه جایگاه دیگه براشونه، پس چرا این مدلی هن؟ ببین، عجیب غریب بودن رو درک میکنم، ولی به این شکل که قاطی میشه با خنگ بودن، با حماقت، با ساده لوحی،
اینو متوجه نمیشم و بازم نمیتونم باش ارتباط بگیرم. بعد میدونی شوخی‌ها برای من خنده‌دار نیستن. بعد من آدمم که خیلی راحت میخندم، یعنی به چیزایی که مثلا توی جمعی فیلمی رو میذارن بعد همه اینجوریان که دارن نگاه میکنم، من میذارم زیر خنده. به نظرم میشه راحت خندید، نیاز نیست انقدر به خودت سخت بگیری. ولی نمیگم با شوخیایی که جنسیاً مشکل دارم، نه اگه بامزه باشه خب آدم میخنده، ولی شوخی جنسی که تو رو معذب کنه، خب این فیلم ها معمولاً با خانواده آدم ها میبینن دیگه، یا دور همی و تو جمع دیده میشه معمولاً سریالای نمایش خانگی. نمیگم حالا شوخی ها اونقدر بد بود که من معذب بشم، ولی خب ببین هم اینجوری که معذب شم یا نشم، هم اینجوری که بخندم الان، بعد به این فکر میکنم که شاید 4 سال دیگه من این سریال رو ببینم مثلا پاورچین این قابلیت خوب داره، یا نقطه چین اگر اسمشو درست یادم باشه چون برمیگره به بچگیامون دیگه، این قابلیتی داره که هنوز که من میبینم از اعماق وجودم میخندم. ولی توی این اصلا اینجوری نیست برام، حتی همین الان شوخیاش با تجربه زمان حال با مزه نیست. نمیگم لحظه نداشت که نخندم، چرا بعضی جاش مثلا یه اینجوری میشدم خب، ولی اونقدر با مزه نبود شوخیا. میگم شاید بیشتر به خاطر اینه که کاراکترها برای من دارن کاری نمیکنن. بعد دوباره یه سکانسی داره آخرش، بازم تاکید میکنم اسپویل نیست اصلا، یه آهنگی پخش میشه و ما داریم یه ماشینی رو میبینیم که داره میره پیش یه آدمی و اون آدمه یه سری صحنه ازش میبینیم. بعد این اتفاقه چند دقیقه از فیلم رو گرفته، واقعا حوصله سربره. یعنی تنها چیزی که باعث شد من اون صحنه رو تا آخر ببینم آهنگش بود، چون واقعا آهنگ قشنگی بود، داشتم لذت میبردم. ولی همش اینجوری بودم که خب چرا الان چی کار کنم، چیه موضوع انقدر الان مهمه. ببین تو سریالای خیلی بزرگ و خفنی که توی دنیا دارن پخش میشن هم یه اتفاق میفته. مثلا چیزی که الان داره میاد توی ذهنم، توی پیکی بلایندرز یادمه که این اتفاق زیاد میافتاد، یه موسیقی خیلی خفن پخش میشد و تو داشتی یه استوموشن میدیدی یا یه اتفاقی رو میدیدی یا چند تا اتفاق رو میدیدی از چند تا خانواده و شخصیت و کار میکرد. اوکی، قشنگ بود، یه انگار مکمل داستان بود، داشت تو رو میبرد جلو. این اوکی میفهمم داره یه خبری رو به ما میده که یه سریا دارن میرن پیش یکی، اینو متوجهم، ولی 3 دقیقه بعد با اون صحنه ها با اون کلاه و کفش نمیدونم خوشم نیامد. بخوام یه جمع‌بندی بکنم و نظر کلی مراجعه به این سریال بهت بدم، نمیدونم، باید بیشتر بهش وقت بدم و هنوزم اینجوری هستم که واقعا دوست داری که قسمت بعدش هم ببینی، ولی میدونم به خاطر هم بازیگراش هم به خاطر اینکه میگم خود مهران مدیری برای من دوست داشتنیه، ژاد صامتی دوست داشتنیه، سام درخشانی دوست داشتنیه، میبینم قطعاً، ولی این که میبینم معلوم نیست چه قسمتی برای من اون دوست داشتنی بودن کافی باشه به نسبت اینکه بخندم یا سرگرم کننده باشه یا برام فیلم مفیدی باشه. کلا تو جمع‌بندی بگم اگر میخوای وقت بذاری چیزی یاد بگیری، یعنی فکر میکنی که سریالیه که پشت طنزش مفاهیم بزرگی نهفته، نمیدونم اینو تو قسمت 1 که در نیامده بود اگر میخواست چیزی بگه، اینو هنوز نمیدونم. 2 من آدمیم که با شوخیاش ارتباط نگرفتم مگر نه تو قسمت‌های بعدی شوخی‌های بهتری ببینم. و یکی از نقاط مثبت فیلم حامد آهنگی هنوز وارد نشده، خب اون آدم بامزه‌ایه. 3 اینکه اصلا به چه عنوانی باید این فیلم رو ببینی، برای من فقط سرگرمیه. یعنی یه فیلمی اگه میخوای ببینی که داری آشپزی تو میکنی، داری مثلا پای لپتاپ کاری میکنی، میتونی، نیاز به تمرکز خاصی نداره، میتونی اونجوری پلیش کنی و ببینی. همین، خیلی خوشحال شدم که تا اینجا گوش دادی و حتما بهم نظرتو بگو. اگر باش ارتباط گرفتی، به چه دلیل ارتباط گرفتی، شاید یه سری نکات توش بوده که من ندیدم و متوجهش نشدم، و اگر ارتباط نگرفتی به خاطر چی بوده. ممنونم ازت که تا اینجا گوش دادی. تا برنامه بعدی، خدافظ.